حالی که دارای توانایی‌ها و تسلط در تدریس زبان انگلیسی هستید، این موقعیت برای شما عزیزان فراهمه که بتونید در کالج‌ها، دانشگاه‌ها و همینطور به صورت خصوصی تدریس کنید. اولین مدرکی که مورد پذیرش کشور کانادا هست، مدرک تیسول کاناداست. این کار همیشه مخاطبای خاص خودش رو داره. سلام به دوستان و همراهان همیشگی استادی 2020. امروز می‌خوایم در مورد یکی از شغل‌های پرطرفدار تو کانادا که تدریس زبان انگلیسی صحبت کنیم. همونطوری که میدونید دانشجویان بین‌المللی و مهاجرانی که تازه به کانادا میان نیاز دارن که از تدریس زبان انگلیسی بهره ببرن. افرادی که قصد مهاجرت به کانادا رو دارن و در حال حاضر تدریس زبان میکنن میتونن از تجربه کاری خودشون در کانادا هم استفاده کنن. شما به عنوان فردی که دارای توانایی‌ها و تسلط در تدریس زبان انگلیسی هستید، این موقعیت برای شما عزیزان فراهمه که بتونید در کالج‌ها، دانشگاه‌ها و همینطور به صورت خصوصی تدریس کنید. از خانم سارا بورگوار که در کالج DEA تدریس زبان انگلیسی میکنن درخواست کردیم که به سوالات پرتکرار شما عزیزان پاسخ بدن. سلام سارا جان، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. میخواستم چند تا سوال ازتون بپرسم در مورد تدریس زبان انگلیسی. سلام، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خب یه سوالی که عزیزان از ما پرسیدن این هستش که به عنوان کسی که مدرس زبان انگلیسی هستش داخل کانادا چه مدارکی نیازه برای اینکه این کار رو شروع کنن؟ خب اولین مدرکی که مورد پذیرش کشور کانادا هست مدرک تیسول کاناداست. اگر اون مدرک رو داشته باشن و مهارت و تجربه تدریس رو هم داشته باشن میتونن کارشون توی کانادا شروع کنن. خب حقوق دریافتی از این کار ساعتی چقدر هستش؟ میانگین و اوریجش؟ از مینیمم ساعتی $20 میتونه شروع بشه تا ساعتی $100. بهترین سایت هایی که میتونن عزیزان کار رو تو اون سایت پیدا کنن چی هستش؟ بهتره که به سایت خود مؤسسات، کالج ها و مراکزی که مدرس زبان انگلیسی استخدام میکنن رزومه هاشون رو بفرستن. بازار هدف کسانی که تدریس زبان انگلیسی میکنن چه کسانی میتونن باشن؟ تمامی افراد مهاجر داخل کانادا، هم برای ورود به کانادا و هم برای مراحل بعدی مثل PR شدن و سیتیزن شدن احتیاج به آموزش‌های زبان انگلیسی و گرفتن مدارک مرتبط با زبان انگلیسی مثل آیلتس و تافل دارن. در نتیجه بازار هدف این کار همیشه مخاطبای خاص خودش رو داره. و آخرین سوالم این هستش که بهترین پیشنهاد برای کسانی که داخل ایران هستن و میخوان بیان کانادا و این کار رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدن چی میتونه باشه؟ بهترین کار اینه که خودشون رو برای گرفتن مدرک تیسول کانادا آماده بکنن. خیلی ممنونم ازتون. مرسی از شما. با توجه به توضیحاتی که خدمت شما عزیزان دادیم، کشور کانادا میتونه مقصد مناسبی برای مدرسین زبان در کانادا باشه. اگر هر سوالی دارید میتونید برامون این زیر کامنت کنید و برامون قلب آبی بذارید. ویزا 2020 مهاجرت موفق با ما آغاز می شود.